باورتون میشه با 2 تا بسته بسکویت بشه یه همچین کیک دلبری که نه فر میخواد نه تخم مرغ نه همزن. پس دکمه قلبم رو روشن کن تا با هم درستش کنیم. 2 لیوان شیر رو به همراه پودر نشاسته ذرت، پودر کاکائو، شکر که اندازه رو کامل داخل کپشن نوشتم. بذارید روی حرارت ملایم تا غلیظ بشه. وقتی به غلظت مناسب رسید زیر حرارت رو خاموش کنید. بهش شکلات تخته‌ای، روغن یا کره اضافه کنید. بذارید کنار یکم خنک بشه. حالا نیاز داریم به 2 بسته بسکویت، یه شکلاتی، یه ساده. مطابق فیلم از مواد وسط بسکویت ها بذارید، یعنی یه بسکویت ساده، یه شکلاتی و بچسبونید به هم تا آخر این کار رو انجام بدید که من 2 ردیفش کردم که کیکم پهن و قشنگتر بده. شما میتونید همون یه ردیف هم انجام بدید. مابقی سس هم قشنگ کاور کنید روی بسکویت ها، کامل کاورش کنید، بذارید یخچال نیم ساعتی بمونه. بعدم هر جور دوست داشتید